تقویم تعطیلات رسمی کشور چین در وبسایت چینیاب. تعطیلات رسمی کشور چین امسال با سال بعد تاریخش فرق داره. برای اینکه بدونید چین چه اعیادی داره، چه تعطیلیایی داره، کلمه تقویم رو داخل وبسایت ما اونجایی که نوشته به دنبال چه میگردید تایپ کنید و مقاله‌ای که مربوط به تقویم هست رو دریافت کنید. خیلی از اوقات خیلی از تجار میان چین، دفتر خود ما هم پیش اومده آگاهن میان تایم تعطیلی رو چک نمی‌کنن. بازارا عموما بازه، شاید یه روز اولش تعطیل باشن، شاید نصف روز تعطیل باشن، ولی اکثر شرکت‌ها یا ادارات یا بانک‌ها تعطیلن. می‌بینی تعطیلات رو چک نمی‌کنی، میای چین می‌خوری به تعطیلی. شاید یه هفته اومدی، 2 هفته اومدی و اون زمانت برنامه‌ریزیت به هم می‌خوره. میتونی این مقاله رو ببینی، با دوستانت به اشتراک بگذاری. اگر هم هر سوالی داشتی توی قسمت دیدگاه ها یا پایین این ویدیو بنویسید و پاسخ میدیم.